پاکستان بودم، به من گفتن شما یه بحثی بکن، ولی اینا که نشستن همه استاد دانشگاه، هم سنی هم. گفتیم استاد دانشگاه طورینیم، مؤسس سخنگوی دانشگاه هستیم، سنی طورینیم، میلیون ها سنی تو ایران با تلویزیون میشنن، با سنی ها رفیقیم. گفت نه استاد دانشگاه سنی وهابی دیگه. وهابی یه خورده گفتیم باشه، ما کار به وهابی هم نداریم. یه بحث قرآنی کردم و ترجمه شد و هر به چند دقیقه منم چند تا روزه صادراتی دارم، از اون روزه خوبام خوندم. هر چند دقیقه اینا کف میزدن و آخر جلسه یکی از اینا هیجانی شد، پا شد یه نعره کشید، گفت احسنت. گفت حیفش که تو شیعه هستی، تو به خوبی حرف میزنی چرا شیعه شدی؟ گفتم ببین نه شیعه نه سنی، قرآن. گفت احسنت. گفتم ساعت بذارید 1 دقیقه با 3 تا آیه که همتون حفظید. آخه بعضی آیات قرآنو همه حفظن، مثل قل هو الله. بعضی آیات قرآن همه روش عمل میکنن، مثل کلو. گفتم از اون آیاتی که همه حفظید و بهش عمل میکنید، من 1 دقیقه ثابت میکنم که شیعه هستم. خیلی بشو برخورد. 1 دقیقه با قرآن. گفتم بگو بسم الله، بگو. گفتم ساعت ببینیم، حالا ثابت کن. بسم الله الرحمن الرحیم. گفتم تا پیغمبر بود شیعه و سنی نبود، رهبر همه خود پیغمبر. بعد از پیغمبر ما فقهمون از اهل بیت گرفتیم، اهل سنت هم فقهشون از 4 تا عالم دیگه، امام احمد حنبل، ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعی. هنو 1 دقیقه نشد. من که فقه ما از اهل بیت گرفتم 100 تا آیه قرآن داره. قرآن راجع به اهل بیت نصفش هم میگم، نصف شما بگید. قرآن راجع به اهل بیت، به کلمه اهل بیت که میرسم میگه یطهرکم یعنی معصومه. هیچ که نگفته یطهرکم ولی ابو حنیفه و شافعیه، نه شیعه گفتن اصلا. 2 اهل بیت قرن اول هجری بودن. 4 تا آیت الله شما، ابو حنیفه و مالک و شما همه قرن دوم متولد شدن. ما اهل بیت 1 قرن جلوتره. قرآن نصفش هم میگم، نصف شما بگید. قرآن میگه والسابقون السابقون، ما 1 قرن سابق. 3 تمام اهل بیت شهید شدن. یکی از آیت الله شما یه سیلی نخورد. قرآن میگه فضل الله المجاهدین. 1 دقیقه ما تموم شد. من شیعه هستم به دلیلی که فقه مرکزی گرفتم. 1 معصوم است یطهرکم. 2 1 قرن جلوتره و سابقون السابقون. 3 در راه خدا شهید شد، قتلوا فی سبیل الله. این 3 تا آیه من. شما اگر 1 آیه خوندید چرا دینت از ابو حنیفه گرفته، الان سنی میشن و تو تلویزیون پاکستان مصاحبه میکنم که قرائت شیعه اومد تو پاکستان به همین قرآن هم چی شد. افتخار